درود به فارسی زبان‌های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب با یه بخش دیگه در خدمتتون هستم. میخوام 4 تا از فاندهای خیلی خوب که شما میتونید چلنجتون رو استارت بزنید رو بهتون نشون بدم. 4 تا از کمپانیایی که فیدبک خیلی خوبی دارن، سالهاست دارن کار میکنن و تا الان نشون دادن که موردی نداشتن و خیلی راحت شما میتونید پی اوت کنید و استفاده ببرید از چلنج ها. خب حالا این 4 تا کمپانی برای ایرانی های خارج از کشور، هر 4 تا رو میتونن ساین این کنن، ریجستر کنن، به شرطی که اگر میخوان استفاده کنن به شرطی که اقامت داشته باشن. حالا دائم نمیخواد، منظور که یه اقامت مثلا 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله، اینکه بتونن نشون بدن اینجا زندگی میکنن، مثلا حالا ایتالیا، آلمان، کانادا، آمریکا، فرق نمیکنه. و برای ایرانی های مقیم ایران که در ایران دارن زندگی میکنن، 2 تا از اینها قابل استفاده هست که از طریق کریپتو بتونن پی اوت کنن، چون بقیه از طریق کریپتو نیست. اون 2 تای دیگه باید حتما کردیت کارت داشته باشید. خب بریم یکی یکی من براتون توضیح بدم. همینطور که روی تصویر میبینید، اولین کمپانی که میخوام بهتون توضیح بدم The 5 Airs هستش که از سال 2016 شروع به کار کرده و 3 نمونه چالش داره که این بالا میتونید ببینید. بوت کمپ داره، هایپر داره، یه دونه هم های استکس داره که من میخوام های استکس رو بهتون نشون بدم. چالش هایی رو میخوام بهتون نشون بدم که هر 4 تا کمپانی تقریبا شبیه همدیگه هستن، ولی خب قیمتاشون فرق میکنه، درصد پرافیتشون فرق میکنه، درودانشون فرق میکنه و ولی هر دو یعنی هر 4 تا 2 تا فیز دارن که بتونه استفاده کنه. یعنی 2 تا چالش هست که همون حساب دمو اول و حساب دمو دوم رو انجام بدید. خب اینو میام پایین که بهتون نشون بدم. 4 نمونه حساب داره: 5000 تا، 20000 تا، 60000 تا و $100,000 که حالا من روی $100,000 قیمتش هست $495 که قیمت خیلی خوبی داره، یعنی نسبت به کمپانی‌های دیگه، فاندهای دیگه قیمتش خوب هست. و شرایطش چطوری هست اینم بهتون بگم. در آخر هر 4 تا رو یه مقایسه اجماعی براتون کردم که مقایسه کنیم کدوم کمپانی بیشتر به دردتون میخوره. بعد پیشنهاد میکنم از اینها انتخاب کنید، به خاطر اینکه اینا امتحانشون رو پس دادن. هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته اگر قانونهای خودشون رو نشکنید و چالش رو پاس کنید. نمیان بگن نه شما معامله زیر 1 دقیقه زدید، نمیدونم معامله اینطوری زدید و یه سری رول ها رو، یعنی قانون ها رو اضافه نمیکنن بهش. و من پیشنهاد میکنم همینجا یعنی یکی از این 4 تا رو انتخاب کنید. و MFF هم توش بود که متاسفانه به دلیل یه سری فراری مالیاتی فعلا بسنش فکر نمی کنم حالا به میادین برگرده. ولی خب بریم ببینیم که شرایط The 5 Airs چی هستش. The 5 Airs اولین فیز رو شما باید، اگر اسمایی میکنم 8% بگیرید. میخواستم بگم 10%، 8% بگیرید و فیز 2 رو باید 5% بگیرید. ولی خب ماکسیموم لوزتون، یعنی اوورال لوزتون 10%. یعنی چه 1 روز، چه 10 روز، چه 2 ماه دارید کار میکنید، بیشتر از 10% نباید ضرر کنید و باید مراقب باشید که ضرر نکنید. و دیلی لوزش 5%، که هر 4 تا کمپانی 5%، هیچ تفاوتی با هم ندارن. اکثر پراپان 5% هستن و 5% هم یعنی دیلیشون زیاد هست. شما در واقع نباید بیشتر از 1 یا 2% ضرر کنید در روز، مخصوصا توی چالش. و 3 روز کاری باید سودده باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر در 1 روز شما اومدید 8% رو زدید، سود کردید 8% رو و چالش رو پس کردید، باید 2 روز دیگه مثبت باشید و 2 روز دیگه هم حداقل باید 0.5% سوده باشید. نمیشه مثلا 0.1 سوده باشید بعد بیاد بگید خب من 1 روز سوده بودم. نه، 3 روز مثبت باید داشته باشید تا بتونید این چالش رو رد کنید. دوم هم همین شکل، فیز 2 هم همین شکل هستش. و وقتی هم به حساب ریل برید،
باز در ماه باید 3 روز مثبت باشید و اسکیلینگشون هم یعنی اینکه شما میتونید اکانتتون رو ارتقا بدید. مثلا یه حساب 100,000 تا رو برداشتید، حساب کردی 110,000 تا. حالا پایین‌تر بهتون نشون میدم. اینجا هستش، ببینید توضیح دادن. ما مقیاس میذاریم 100,000 تا. شما حساب 100,000 تایی رو دارید، کردید 110,000 تا. 80 مال شماست، 20% مال اوناست. ماه بعد چون 10% تونستید سود بگیرید و یک معامله‌گر خوب هستید براشون، اینو تبدیل میکنن به 125,000. همینطور میره جلو، همینطور این 10% بگیری تا چند ماه هی اضافه میشه. از اون برم 5% باز سود شما بیشتر میشه، یعنی 85% به شما تعلق میگیره، 15% به اونها. تا 5 ماه فکر میکنم 1 2 3 4 ماه، تا 4 ماه، یعنی ماه پنجم میشه 90%. از ماه هفتم دیگه 100% مال شما میشه و تا 500,000 تا شما میتونید حساب و ارتقا بدید که بسیار عالی هست و منطقی هم هستش. یه خوردم بالاتر بیاد تو وبسایتش، تمام رول ها رو زده، قانون ها رو زده، قانونایی که میتونید استفاده کنید. از پلتفرم MT5 استفاده میکنن، اونها پلتفرمی که استفاده میکنن MT5 هستش و از قوانینی که بهت بگم، روی خبر میتونی معامله کنی، هولد میتونی بکنی معامله ها رو آخر هفته، موردی نداره، سواب میخوره ولی خب شما میتونید هولد کنید. یه مورد هست که باید بهتون بگم، اینجا نوشته که 2 دقیقه قبل از خبر و 2 دقیقه بعد از خبر، یعنی تو این 4 دقیقه، یعنی اگر خبر ساعت 2 هستش، از ساعت 1:58 دیگه اجازه معامله باز کردن ندارید تا 2 دقیقه. تو این 4 دقیقه اجازه ندارید، قبلش میتونید معامله رو باز کنید، هیچ ایرادی هم نداره، ولی تو اون 4 دقیقه حسابتون رو میبندن، یعنی حسابتون لیکوید میشه و نمیتونید ادامه بدید. پی اوتشون هم هست بعد از 2 هفته، یعنی اگر حساب ریل رو گرفتید بعد از 2 هفته هر چی سود کرده باشید میتونید بگیرید. چیکار کردم؟ آره، این از حساب دفایورز که حالا بقیه‌اشو خودتون میتونید برید چک کنید. هایپرش متفاوته، بوتکمپش هم خیلی متفاوته. چیزی که ما دوست داریم، یعنی شما میدونم دوست دارید انجام بدید، همین چالنجی است که گذاشتن براتون. کمپانیشون هم اینجا من نوشتم، در UK هستش، یعنی انگلیس هستش و از سال 2016 خدمتتون عرض کردم کار کردن و این مخصوص کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن، چون فقط با وبسایت DL کار میکنه و DL یک وبسایت هستش که مستقیما به بانک های اینجا بسته، یک واسطه بین فاندها و مثلا من که تریدر هستم هستش. دفاع ارز پی اوت میکنه به اونجا، به ولت، در واقع اون ولت، ولی ولت مستقیم به بانک ها وصله که تکس رو حساب میکنن، همه چیز رو حساب میکنن، خیال راحت اون تکس در رفته به شما میرسه. حساب بعدی که میخوام بهتون، فاند بعدی رو میخوام بهتون نشون بدم، با ایرانیام کار میکنه، بسیار بسیار کمپانی خوبی هست. فراموش کردم، عذرخواهی میکنم. بریم اول ریویوشو ببینیم. دفایورز ریویوشو بچه‌ها همیشه بیاید توی تراست پیلوت نگاه کنید، سرچ کنید کمپانی رو، ببینید وریفای شدن، ببینید اینجا کاملا وریفای شده و هیچ مشکلی ندارن. کمپانی 1600 نفر تا حالا فیدبک دادن به اینها و 4 و 8 هست که خیلی خوبه. یعنی همینطور که میبینید 2-3% فقط 3 ستاره و 1 ستاره بهشون داده و کاملا معتبر هستش. بریم کمپانی بعدی، فاند ترید پلاس. من خیلی دوست دارم این وبسایت رو، یعنی این کمپانی رو خیلی جامع توضیح دادن، خیلی راحت کار کردن باهاش، خیلی هم سریع جواب میدن. بگم که من این چارت رو که براتون درآوردم بین 30 تا پراپ برتر دنیا پیدا کردم، اونایی که با ایرانی‌ها کار میکنن، چون خیلی هاشم اونایی هم که شما که مثلا مثل بنده که خارج از کشور زندگی میکنم، نمیتونم همه پراپا رو باز کنم.
یه سری پراپا رو میتونم باز کنم بیشتر از اونایی که توی ایران زندگی میکنن، اما خیلی از پراپا رو ما کلا نمیتونیم باز کنیم. و این از این. میایم پایین، من براتون توضیح میدم. این شرکت هم لندن هستش، از سال 2013 شروع به کار کرده و 3 نمونه حساب داره، یعنی evaluation type داره که وان فیز، تو فیز داره که اون بعدی ما کاری نداریم، ما تو فیزش رو میاریم که 2 مدل داره، پرمیوم داره با ادوانسد، که پرمیوم تازه آورده همونطوری که می‌بینید بالاش نیو زده. ما فعلا ادوانس رو نگاه میکنیم. حساب unlimited هست، هیچ پریود تایمی یعنی دوره تایمی ندارید که مثلا 1 ماه بعد اون 8% یا 10% بگیرید که خیلی خوبه دیگه. کمپانی هم فکر میکنم متوجه شدن کسی دور اون فاندایی نمیره که 1 ماه بعد بهشون تحویل بدید، چون کارو سخت میکنه و چالش هم کار آسونی نیست. اگر واقع بینانه نگاه کنیم اصلا کار ساده ای نیست که شما بخواید 8 تا 10% رو توی 1 ماه بگیرید. شاید همون ماه خوب نباشه و البته اگر ذهنیتتون اون ذهنیت اینستا و یوتیوب هست که سودای 30-40% و 300% و 500% میگیرن، این چالش ها به درد کار شما نمیخوره چون نمیتونید پاسش کنید. روکو ساده بخوام بگم. خب حساب ادوانس، پرافیت ماه اولتون فیز 1 10% هستش، فیز 2 یعنی چالش دومتون 5% هست که یه 2% اینجا بیشتر هستش، و ماکسیموم اوورال لوزتون در کل 10% هستش، دیلی لوزتون هم 5%. دقیقا مثل د 5 ارز هست، فقط 2% بیشتر شما باید سود بگیرید. خب تفاوتاش چیه؟ پی اوتش شما نیازی ندارید اصلا، صبر کن، به محضی که وارد حساب ریل بشید از روز اول میتونید پی اوت کنید. بعد از بار بعد نوشتن ویکلی، هفتگیه، هر هفته میتونید پی اوت کنید و اون سودی که زحمت کشیدید گرفتید برداشت کنید. روی خبر معامله اجازه نمیتونید، اجازه ندارید، نه روی خبر اجازه دارید، عذرخواهی میکنم، ولی هولد نمیتونید بکنید معاملتون رو. و لیمیت برای خدای لات سایز هم ندارن و شما راحت میتونید هر لات سایزی که میخواید وارد بشید. یه گزینه خیلی خوب که دارن د 5 ارز که براتون توضیح دادم، ریفاند میکنه برای شما اون هزینه‌ای که پرداخت کردید. مثلا اون 400 و فکر کنم 80 خورده بود، اینجا 499 تا هست، 1100 تایش. اینا به جایی که بیان ریفاند کنن برای شما حساب رو، میان 10% از پرافیتی که شما توی فیز 1 گرفتید بهتون تقدیم میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما یه حساب 100,000 تایی رو دارید، 10% سودی که خواستن رو گرفتید فیکس، 10% گرفتید، 10% 100,000 تا میشه $10,000. $10,000 10%ش میشه $1,000. یعنی شما 499 تا هزینه کردید برای این چالش، وارد چالش شدید بهتون 1,000 تا میدن، 2 برابر اون چیزی که هزینه کردید، که درجا میتونید یه حساب دیگه وصل کنید، وصلشون کنید به هم دیگه، با 2 تا حساب برید جلو. این خیلی مهمه که شرکت داره چطوری انتخاب کنید. و این کمپانی هم کمپانی خوبی هست و اینجا هم میریم ریویوش رو میبینیم. همونطور که میبینید 1800 نفر فیدبک دادن، 4.9، یعنی 4.9 واقعا خیلی باید قوی باشین. 94%، 93% 5 ستاره بهش دادن. میتونید بیاد ریویو رو بخونید، نگاه کن، شماره تلفن دارن، ایمیل میتونید بهشون بزنین، آدرسشون هست، همینطور فیدبک هایی که مردم میدن میتونید بخونید، همینطور جواب هایی که میدن. یعنی شما میتونید ببینید کمپانی در چه سطح با مشتریش برخورد میکنه، عذرخواهی میکنه. و خب اینم از کمپانی دوم. کمپانی سوم که میخواستم توضیح بدم، فکر میکنم میشناسیدش، فاندد نکس هست که با ایرانیای داخل ایران هم کار میکنه، با خارج از کشور هم قطعا کار میکنه، چون هم از طریق کردیت ها میتونن با شما کار کنن، هم با کریپتو. یعنی با کریپتو فرق نمیکنه شما چه کشوری باشید، راحت میتونن با تو کار کنن. اول کار هم بگم الان برای هالووین یه آفر 10% و 20% گذاشتن، همینطور که این پایین می‌بینید تخفیف گذاشتن، میتونید حساب‌ها رو باز کنید. دارم براشون تبلیغ میکنم الان.
و میتونید بیاد استفاده کنید. ایشون هم مارتینز هست، اونایی که فوتبالی هستن میدونن، خیلی تو جام جهانی 2022 هم بود و اسپانسرشون هم هستش. بسیار کمپانی خوب، ریویو عالی میریم میبینیم و تقریبا 3 نمونه حساب داره. استلار اِوالویشن اکسپرس که پاپیلرش استلار هست، هم حساب MT4 داره هم MT5، هم اکانت سواب اکانت داره هم سواب فری اکانت که فرقشون $30 هستش که میتونید هولد کنید و سواب نخورید که خیلی خوبه. حساب فیز 1 چالش اول 8%، چالش دوم 5%، اوورال لوزتون ماکسیموم اوورال لوزتون 10%، دقیقاً مثل د 5 ارز هستش و دیلی لوز هم 5 یعنی 5% هستش. و براتون که بگم روی خبر میتونید معامله کنید، هیچ موردی نداره، هیچ لیمیتی هم نداره. 2 دقیقه بعدش 2 دقیقه قبلش معاملاتتون میتونید هولد کنید، ترید کپی میتونید بکنید و ریست دیسکانت، یعنی اگر اکثرشون اینو دارن چالش رو نتونستید رد کنید، اکانت بعدی رو 10% بهتون تخفیف داده میشه. قیمت 100,000 تاییش هم هست $519 که میتونید استفاده کنید و یه مقایسه هم کرده باشه FTMO و MFF که حالا فعلا بسته شده، میتونید بیاد ببینید. شرکت هم من چیزی که پیدا کردم انگار که از سال 2022 شروع به کار کردن، در امارات هم هست کمپانی، نشون میده که پول پشتش زیاد هست و همینجور بیاید بالا این شرکت هم ریفاندش 15%، یعنی من بالاتر از این تو این 30 تا شرکتی که کمپانی که گشتم ندیدم. یعنی 1500 تا روی حساب 1000 تایی به شما پس میدن و تقریبا 1500 تا در جا میتونید یه حساب 200,000 تایی بردارید در کنارش. حالا اگر کار دیگه میخواید بکنید یا پول رو راضی دارید یا وام گرفتید یا هر چیز دیگه ای، میتونید از این پول استفاده کنید. آن لیمیتد هم هست، زمان نداره. اینجا میبینید نوشته میتونید 2 ماه 3 ماه زمان ببره و اون حساب رو ارتقا بدید بدون استرس که خیلی مهمه. بچه‌ها حساب 1 ماه رو اصلا انتخاب نکنید، هر چقدر که فکر کنید معامله گرید. پراپ یه مربی خیلی بد اخلاقه و یعنی له میکنه آدما رو تا معامله گرشون کنه. در واقع اینو بهتون بگم اگر تا حالا کار نکردین پیشنهادم میکنم کار کنید، چون خیلی مربی خوبیه براتون، هرچند سختگیره ولی مربی خوبیه. بریم ریویوشو ببینیم. ایشون میگم اینجام وریفای شدن، موردی ندارن، حالا همه چیزاشون نیست ولی خب وریفای شدن. 7500 نفر بهشون رای دادن، یعنی از اون دوتایی که بهتونشون دادن 5000 نفر بیشتر بهشون رای دادن. 4 و 7 هست که نگه داشتن 4 و 7 4 و 8 49 تو این تعداد کم نیست و میتونید بیاید بخونید استفاده ببرید. چیز دیگه من نمیگم، توضیحاتم کامل دادن که چجوری پی اوت شده چطور نشده. بچه اینا هم کدوم وارد میشین توی دیسکورد یه اکانت بهتون میدن که تحلیلات توش هست با معامله گرایی که مثلا از 3 سال پیش دارن با این شرکت ها کار میکنن. مثلا توی فاندد نکست 2 سال پیش، حالا توی یه شرکتی که قبلا بوده، چالش رو پاس کرده داره 2 سال معامله گری میکنه اونجا. یعنی با این شرایط 8% 10% 2 سال دوام آورده، 3 سال دوام آورده. با اون در کنار اونا میتونید کار میکنن، بهتون سیگنال میدن. حالا بحث سیگنال نیست، این توضیح میدن که چرا میخوان اینجا بگیرن، وبینار میذارن میاد بالا. یعنی اون هزینه رو که میکنید اگر بتونید چالش رو نگه دارید در کنار معامله گرهای خوب کار کردن، خودش خیلی بنفیت هستش برای ما و یعنی برای همه معامله گرها در هر سطحی که باشی میتونی سود زیادی ببری. خب بریم E8 کمپانی E8 فاندینگ رو براتون نشون بدم که بچه من یه چیز بگم، این بقیه رو که نشون ندادم شما خودتون میتونید برید ببینید. مثلا ایوالویشنش تفاوتش اینه که 10% فیز یکش هست، خب ولی خب ماکسیموم اوورلودش هم 10%. بعد لیمیت داره، چالش اول 1 ماه، چالش دوم 2 ماه. الان دیگه براتون توضیح دادم اینها. E8 فاندینگ
این شرکت هم 2021 باز شده، در آمریکا هستش و وبسایتش رو یعنی من خیلی دوست دارم، خیلی راحت کار کردن باهاش. ریویوشون هم میبینید اینجا زدن، حالا میریم میبینیم. دو نمونه حساب داره، EA account، EA track. EA accountش همون سیستمیه که ما کار میکنیم. من میام رو حساب 100,000 تا. فیز 1 باید 8% بگیرید، فیز 2 فیز 2 رو باید 5% بگیرید، بعد کامل براتون ریفاند میکنن هر هزینه که قیمتش یکم از اونها بالاتر هست، 588 تا. و اوورال ماکسیموم روزتون 8% هست که یه خورده پایینه، بقیهشون 10% بودن. و دیلی لوزتون هم 5% هستش. ولی خب با ایرانیا کار میکنن، ولی ایرانیای خارج از کشور که اقامت دارن میتونن با این شرکت کار کنن. و نمونه دیگه هم داره که اکستندد داره که اوورال دراداونش 10%، که یه خورده قیمتش بیشتره، فرق نمیکنه، مثلا $10 فکر کنم گذاشته، نه فرق هم نمیکنه قیمتش، فرقش فقط تو همین هست. آره، فرقش فقط تو همین هست و اون اسکیلینگی که میکنن. حالا اسکیلینگ رو توی بخش بعد که من میخوام براتون توضیح بدم بهتون میگم که هر شرکت چقدر میتونید ارتقا بدید حسابتون. اینم از این. بریم ریویوش هم تقریبا اول که وریفای شدن 1400 نفر دادن 4 هفته، یعنی همشون در حد همن. یه خورده فاند نکس بهتره چون 7000 نفر بهش رای دادن و روی 4 هفت مونده. خیلی فرقشه، خیلی فرقشه و میتونید استفاده کنید. حالا بریم روی تیبلی که براتون درست کردم. از این 4 تا کمپانی هست با قیمت‌هاش، با اون بنفیت هایی که برای شما دارن و اون چیزهایی که بنفیت نیست برای شما در نظر گرفتم. ببینید این حسابا قیمت ها بر روی حساب $100,000 هستش که شما بتونید مقایسه کنید با هم دیگه. و شرکت اول The 5 Airs، Trading Plus، Funded Next و E8 Funding هستش که میبینید قیمت ها، یعنی اسم چالش هاشون هم گذاشتم که متوجه بشید. High Stakes، Advanced، Stellar، E8 Account که ببینید قیمت ها تقریبا مثل هم هست. 495، 499، 519، 588. یه خورده قیمت زیاد است. و پایین توضیح دادم که توی فیز 1 و فیز 2 چطوری هست حسابا که همشون ببینید 85 85 85. فقط فاند تریدینگ پلاس 10.5 هست، یعنی ماه اولش 10% سود باید بگیرید و ماه دوم 5. خب اسکیلینگشون چطوری هستش؟ اسکیلینگشون The 5 Airs 500,000 تا بهتون در واقع فاند بیشتری میده تا سقف 500,000 تا. تریدینگ پلاس تا سقف 2.5 میلیون دلار بهتون سقف میده، یعنی توی مثلا 1 سال 2 سال میتونه حساب 100,000 تایی رو تا 2 میلیون ارتقا بدید اگر معامله‌گر خوبی باشید، که کار ساده ای هم نیستش. فاندد نکست هستش تا 4 میلیون دلار به شما فاند میده. و E8 فاندینگ من خیلی گشتم وبسایتشو و پیدا نکردم، فقط نوشته بودن که انجام میدن، یعنی نوشته بودن که مبلغ رو بالاتر میبرن، ولی خب تا چه سقفی و به چه شرایطی من ندیدم. شرایطی رو دیدم بین 8 تا 14% بعد سود بگیرید، همونطور که توی 5 براتون توضیح دادم که حساب و ارتقا بدم براتون. هر 4 تا چیز هستن، unlimited هستن، یعنی شما نیاز به دوره نداری که توی یک ماه کاست کنید و هر 4 تا خوب هستن. و برای ریفاند The 5 Airs ریفاند میکنه، E8 فاندینگ هم ریفاند میکنه و میمونه که فاندد نکست و تریدینگ پلاس که 15% و 10% ریفاند که جز کمپانی خوب هستن، معمولا نمیدن کسی به این شکل بهتون ریفاند، کسی که نه، یعنی کمپانی ها. و شما میتونید از این تیبل استفاده کنید ببینید کدوم بیشتر براتون جالب هستش، کدومش بیشتر به استراتژی شما میخوره و میتونید استفاده کنید. بچه‌ها من تازه قسمت پراپ رو باز کردم، یعنی پلیلیستش رو توی یوتیوب
و حتما میخوام ادامه بدم یک پلیلیست درباره ترید پلنش و اون مانی منیجمنتی که خیلی به درد پراپ تریدرها میخوره. شما میتونید ازش استفاده کنید، خیلی به درد میخوره. یعنی پراپ تریدرها ازش استفاده میکنن. ببینید اون سیستم معاملاتی که شما همیشه انجام میدادی دیگه نمیتونی اینجا انجام بدی. اینجا متفاوته، اینجا قوانینش فرق میکنه. طبق قوانین خودش باید حرفه‌ای اون ترید پلن و مانی منیجمنت رو انجام بدی که بتونی پاس کنی، بتونی مراحل بعدی رو طی کنی. و همینطور درباره اون سبک و سیاق کار کردن با پراپ ها و شرایطشون براتون توضیح بدم. شما میتونید برای اینکه من رو ساپورت کنید، من رو لایک کنید اگر دوست داشتید، اگر دوست نداشتید لایک نکنید. یعنی و اگر ویدیوهای من رو دوست دارید من رو سابسکرایب کنید که در ارتباط با هم باشید که من هم ساپورت کنین، من هم بتونم شما رو ساپورت کنم در آینده و بتونیم در کنار هم دیگه کار کنیم. یه چیز رو فراموش کردم، همین الان بریم روی اونجا من بهتون نشون بدم. یه لحظه اگر آها اگر آره دارید الان میبینید اینجا، من یادم رفت بگم توی وبسایت هاشون شما مثلا فاند نکست میتونید برید پایین ببینید یه یوزرنیم پسورد به شما دادن برای MT4 MT5 همشون دارن اکثرا. شما با سرور میتونید برید تو MT4 MT5 و وارد بشید، اسپرداشو ببینید. همشون هم با ایندکس های خوب کار میکنن، مثل S&P، نزدک، داو جونز، جوفرزا رو دارن، کریپتو ها رو دارن و کار میکنن. من همه رو چک کردم، از جانب شما هم چک کردم، همشون اسپرداشون خیلی کمه، مخصوصا زمان اورلپ لندن و نیویورک اسپرد در واقع زیرو هست. فاند نکست من چک کردم، دفایورز رو چک کردم، E8 رو چک کردم، فقط فکر میکنم ترید پلاس ندیدم که داشته باشه، ولی فکر کنم بهشون بگید بهتون میدن چون من پیدا نکردم. و که بدونید اسپردش رو چک کنید چون خیلی مهمه. شاید با اسپرد بزرگ نتونید شما معامله کنید نسبت به استراتژی که دارید. به هر حال سرتون رو درد نیارم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تا درودی دیگر بدرود.